من ماست نگفتم من مادر لود همه خیلی خدا من هم خیلی آفریده خدا من هم خیلی آفریده 80 نفقه میگیرم 80 عادی یک دو 80 میشه همین کار یاد گرفتم پیش همین کار من زندگیمو برده شده من از این پیش رو گشتم و میافتیدم میره روز میافتیدم من دیوانه میگفتن مست میگفتن شاول میگفتن بسیار کیوایی هستی دیگه من آره مجبوری میبرم چی بگی بوده نانه حلال کرده کنم من چند باره از بارم شفر برم من شفر شکل بوله آشخانه بود تگی آشخانه افتیدم خدا بشکر میگم من یارم کار نکرد پدرم تاحیل میگه که بچه من کار پرتو من میگم نه پدر من پشت همین نام خورد بودیم پشت همین زندگی پیش بود این کس یک 7-8 سال 9 سال شد که می اومده خانه مانم آنتنه ساز کرده کاری بود کرده میره بچه نست همه وقتی گفتگیشون با اومده کاراشون کرده اکره میره همین فوتبال یا باکس مثلا ورزش ولی همه که چیزا ورنه شد ساعت 12 شب هم تلفن میکنم میریم یکی شب هم تلفن کرد میریم من چیزی که من توی هم وقت خدمتی براتون